آقای هادی عامل بردن اونجا، مگه نبردن؟ کفن رو بردن. نفر بعدی دیگه چرا رفتی؟ نفر بعدی تو که همون صندوق بود، همون کسکش روبرود بود، همون اتاق بود، برای چی رفتی؟ بعدن هم یه جوری دارن منه که تو آمریکا هم خالکوسه میدونم تو اون صندوق کفن و اعلامیه هست. بعد هر مهمونی میره چی هستن تو؟ کیر گذاشتن اون تو. اگه میخوای کیر مصنوعی توشه. چی توشه؟ خالکوسه. کل سوشال مدیا حالا سنت بالای 90 داری خالکوسه که بابا بزرگ کجا داری میری؟ برنامه کدوم برنامه؟ برنامه کیر کفن. آقا نرو خالکوسه، اونجا کفن توشون کسکشه. بعد برادر یه چیز دیگه هم من خدمت شما عرض بکنم، صدا و سیما کار این نیست که تلفن بزنه. نه آقا، اطلاعات سپاه زنگ میزنه آقا فردا اینجایی، اینجا نشستی روبرو.